منزل این ساکنی شهر دوشنبه به نظام گرمایدهی پیوست است ولی آب گرم نمی‌آید. چون این وضعیت او را نگران کرده است. گفتن که حسابی مردم هم پول نمی‌سپارن، این حسابی خونکی دا پیلتا می‌مونیم با ما یکم ایتاژیم خونک خونوی ما. که پول سویت قیمت میشه. خیلی چه مردا که ما پنسیونیرم، من خودم کار میکنم. امی فقط امی پول مود امی مقصد سویت و آبی گرم آبی خنک این موسیقی کامونالی همه میده. منزل صدیقه خالوا در محله معروف به 7 کیلومتر دوشنبه جایگیر است. ساکنان دیگر محله ها نیز عین چنین مشکل را داشتند. در محله اسپچک دی پایتخت 4 روز باز منتظر آب گرم هستند. هوا گرم بود، خانه‌ای هم گرم بود، آتاپلینوی هم جوش بود. نه بود این 4 روز هم خالصتگی. در شرکت برق تاجیک مرکزهای برق و گرمایدهی زیرتابع این شرکتند وجودی چنین مشکل را رد نموده تاکید کردند که از رخ دادن صدمه خبر ندارند